همه دنیا چیه؟ تنبلی حضرت چیه؟ تو همه انگوشت در درون دریا در بحر بدوز بعد همون رو با ایدارن بحر بیرون کرد بین در انگوشت چیه؟ فتن هیچی نیست تو دنیا هیچی نیست یا دنیا که هیچی نیست لیکن برای همین دنیای هیچی نبودن ما همین مقدسات مونادو دیستیم که هزار بار مثال عبرت را دیدیم مثال با چشم هامون دیدیم که بسیاری آدمایی بودن که آرزوی دنیا را داشتن که نموندن خیلی جمع گیری بسیار کرده بودن که باینده قدر راحت کنیم یکی به همون هم نرسیدن برای ما درس همه هر جا که شیش کنیم گفت زدیم فهمونیم برادر خدمت دین میشود ثواب میگیریم اگر چند دین احتیاج به هیچ کدام موضوع نداره ولی هر کی کنه برای جان خودش میگه انا اخلاص دهم میشکنه یک فقط تورات توقع نمیشکنه برای همین انا ناسکش خیلی که حتی یگان ملائکه در اون نزدیک نمیشود حسابی همون بویی که همون نسکش دارد چی خودش کم بو میکنه که با نوش کم بو همین تحالت هم میشکنه نمازش که زورش اومده دیگه فتوای افته در تای زمین نخوانی در تار آسمان در سمالیات دنم یک تغییر افتاد که سمالیات در ممکن نیست در آسمان ممکن نیست دیگه فقط هم روی زمین در میخوانی چه میکنه اینجا حضرت؟ اکی دیولت گفتگی شما تحرا در جایی که قبله را ندانیم انا مثل هست که تو بوده یگان جوی میره سفر میکنی که مثل مردم مسلمان نیست قبله را نمیدونن هیچ کن در اینجا تحرا میپرسی یگان کس اگر هیچ کس هم که نباشه که قبله را ندانن هیچ را ندانن همون دیلت یک طرف گواهی میتن قبله این طرف هم طرف میخونه درست میشه اگر چنده که قبله ای طرف و طرف هم که باشه نماز درست میشه درست میشه یکی آقای دوره سمالیات همین دوره مسجد ما بود که در سمالیات مثال هر کی قیام و رکوع سجده و غیر می شود همین درست نمی شود بود که قیام و رکوع و سجده شو کنیم جو دوجه چقدر قیام رکوع میکنی دوجه تنگ دوجه پرید گرد گوشه زن و مرد نه مایمو و شورا میخونش این تشیشتگی در مثال همی سیده نیستودگی مثال نه تحریمه را میبنده الله اکبر سبحان رب العظیم سمی الله سبحان رب العلوش کم ترک بسر میکنی درست میشه طهارت هم که نداشته باشی تیمم میکنی و همونجا میخونش درست میشه اگر همونجا نخونش گناهگار میشه عاصی میشه و آدم ترک فرض خدا میشه اما نماز فقط یک حالتی داره که همون آدم مثلا نخونش درسته همون حالتی که روح بدن برویه همون روح بدن که برآمد بعد دیگه دوجه نخونه گناهگار نمیشه دیگه کدام حالتی که هست شریعت رخصت میده اگر راستا نمیتونه نشسته بخونه نشسته نمیتونه کش پهلو بخونه کش پهلو هم که نتونی سر بلند کنن مثلا با تخته پشپاسین قبله و همینطور کم ترک سرش بلند کنن و ایما و شورا قطعی نمازش بخونه طهارت کردن نمیتونه تیمم میکنه هیچ حالت نیست که آدم نماز نخونه حتی در بحر هم که غرق شدگی قریب نماز قضا شدن یگان ریشه علف یگان مثلا تخته میخواه همون درون آدم با ایما و شورا میخونش هیچ حالتی نیست که آدم نماز قضا کنه حتی در غزوه‌ای که پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنگ میکردن در غزوه با مقابل دشمن مثل صحابه را در همه حالت هم این نماز 4 رکعته بشه اگر از 2 رکعت از میخوندن جنگ میرفتن
یا میجمع میگن او می اومدن دت میخوندن با یا میرفتن دت اگر نمازی در رکعتی باشن یک رکعت میخوندن جنگ میرفتن با او می اومدن بوی میخوندن در همون حالت هم نماز گردن ساقط نمیشه در حالتی که مردم مثال بر مقابل میشه که منافق میجنگیدن نیکی اگر در حالتی که مثال در مثلا گرد اطراف محکم کنن دیگر رفتن اومدن نماز خوندن نمیشه بعد میگن سلو فرودو هر کس در بالای از تنها هر طرفی که بخواه قدرت پیدا کنه ای طرف تنها به ایما و شورا میخونه و ای پی کار میشه در همون حالت هم نماز گردنشون ساقط نمیشه حتی در منیت المثالی گفته که کتابه میگه نفری از حق دستش بریدن میگه او از تورات کردن میتونه خوک از تیمم کردن میتونه دستو بریدگیه میگم روش کم ترک در زمین به شکه به نیتی خوک تیمم قد خوکولو کنه و اشاره نمازش در هم حالت بخونه زن در حالتی تولد کردن منیت المثالی میگه که اگر به شرطی که نصف کودک برآمده است دیگر نماز قضا شده یک شده را در اطرافش پیچونن اگر تورات کردن نتونه تیمم کنن تیمم همه یک بار دست میزنه روش رو محس میکشه یک بار دیگه میزنه دست رو محس میکشه همون حالت دنی به اشاره قطعی نماز رو بخونه اگر نخونه در همون حالت جواب میده مثلا غصه میشه این نماز یگون عذر نداره که نماز رو بگوید من قضا کنم و ترک کنم اگر لباس شک باشه شک قطعی درست میشه نماز شک ازاله یقین نمیکنه که در حالتی که مثلا تحپوش بینماز باشه معنیش تحپوش رو بدر کنه و بلوگیش خونم اگر هرش هم بینماز باشد مثلا بینمازش زیاد باشد میشه نماز هم میخونه در حالتی که لیچ برهنه تماما لباس نداره شریعت میگه همی تری بخونه این هر دی پوش همی طرف مثلا در روز میکنه سینی قبله همی تری تماما برهنه عریونه دستش در بالای عورتش میمونه و همی تا نمازش باید خونه سبحان الله سمی الله بسم این همی حالت در همین حالت هم بخونه یگون عذر نیست که مثلا آدم نمازش ترک نه قضا کنه نیست این مولای که شما میگیم مولاتون به سوال نام شما مولای تایزمی نخونیم تایزمی نخونیم در طول اسمان نخونیم یه مثال مخصوص هست عباره میگن سلا قاعدن فی فلکی مرد آدمی بسهالی و پناه میگیم در حالتی که مثلا در پویزی در کشتی در سمالیاتی نماز نشسته بخون عباره نشسته بخون نه که اگر کشتی در حالتی که لنگر انداختگی باشه لنگر چی میگم اتجیکی ای بچی یکر اینه تری کشتی در جای اشتباه در ساحل در حالت راستو با خودسود میخوام خیلی که کشتی های زمانی چه کتاب ده ولی کشتی های زمانی ما هر یک تایی که پویز بدنش سطح ماشین سمالیات بار میگیره با حضور چخ میخونش کشتی های زمانی پیش وقتی هم شمال ایستش میکرد انا در کشتی در سمالیات در پویز در ماشین نشسته میخونه اوجه نمیشه رکوع سجود کرد جوی نیست که نماز نخونه ترکنی خیلی گرد نیست و در تای زمین گفت نخونه ها باملو تونل گفته بعد نمیخوندم نمیخوندم میخونن و بعد هست که جوی نماز خونه چه بگم یک کاربون او ضرورت هست نه آخی ای خیلی که مثل همه نماز شما کم تر فرق کنه که اینه در حالت کوری مثل همه حالت داره اما مردم قامت همه شرط کده به طرف قبله میگردی میخونی سلامتی الله اکبر میخیزه پای کورد میشه ای خیلی که بعد درو تسبیح را بگوی تحلیل بگوی یا بر دعا کنی با یا قرائت کنم با دعا کنی با دعا کنی جا کور اوجا ممکن نیستی چیزو همه فرش ادا میکنی ای پای کور میشه انشالله در حالت همون کور کردن که تسبیح تحلیل بگوی ثواب شگرفتن میگیری درسته اهلدین خیر برکت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظیم. با تو گر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان تا شود روحی تو با حق آشنا قرآن بخوان. عزت احمد ز قرآنش نمی گردد جدا، عزت احمد ز قرآنش نمی گردد جدا تا بیابیم معنی این نکته را قرآن بخوان. الهی توی پادشاهی همه ز رحمت ببخشای گناهی همه ناتوان و توانا توی همه بیچون و بیچگونه توی تو هستی سمیع و تو هستی بصیر تو هستی علی کل شیء قدیر. بموی سیاه بروی سیاه و بموی سفید تو پروردگاری و منم پرگناه نکردم نماز و ندادم زکات با این بندگی است و خواهم نجات نه ذکر و صلات و نه حج و صیام درود و رکوع و سجود و قیام. الهی ندارم پناه غیر تو تو خود فرموده ای که لا تقنطوا. ای عدل تو پاسخ ز همه چون و چرا، ای فضل تو بهتر ز تمامی عطاها. با توبه اگر بنده بیاید بدری تو، با توبه اگر بنده بیاید بدری تو حقا گذری از همه جرم و خطاها، حقا گذری از همه تقصیر و خطاها.
نه فکری بندگی حق تعالی، نه ذکری پیروی در شرع اعلا، نه وهمی محشرو، نه فکری مردن، نه روزی سختی جان سپردن. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثواب ثمره تلاوت و ثواب ثمره عفو و ترسوز و دوز، ثواب ثمره امر معروف و نهی منکر و پروردگار برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، شور یار ایزان صحابه و تابعین تبعت و میرزان الله تعالی، روحانیتی بابا و بیا و اجدادانی که از این خاندان حمید دعا و فتح و پروردگار برسونی رحشان شاد، قبرشون پرنور پروردگار به برکت این تلاوت ها و امر معروف نهی منکر خاندان برادرمان پر فیض با برکات بیارد. علی خاندان شده حفظ این باید نگهبان باشه، مقصودهای نیک دنیای اخرویش برآورده خیر بیارد. اهل جماعه ما رو پروردگار توفیق هدایت نصیب روزی بگردانید و این سرزمین تاجیکستان عزیز ما رو پروردگار پر فیض با برکات و به آفت بگردانید و این بیماری که الحال تمام دنیا دست از این سرزمین ما برداشتن نیست نابود بگردانید. ربنا تقبل دعاءنا واغفر لي يا رحمة ذنوبنا. خدا خیر. سلامت باش.